انور 11 ساله هر روز تابستان همراه دوستانش برای آببازی به نزد دریا می آید. کودکان برای آببازی جای خطرناک را انتخاب کردند. مجرای آب در اینجا تیز است. انور میگوید دریا به خانه‌شان نزدیک است و والدان مخالف آببازی آنها نیستند. یک کاسه آب شده. ما نمی‌ترسیم آببازی را میتونیم. از 1 ایون هر روز به حساب میانه در کل دریاهای تاجیکستان 2 نفر غرق میشوند. کلانسالان اکثرا بنابر سرخوش بودن غرق میگردند. بیش از نصف غرق شده ها را کودکان و نورسان تشکیل میدهند، زیرا کسی آنها را نظارت نمی کند. اگر از روی سن و سال بگیریم، از شماره عمومی غرق شده ها در کل دریاها تا سن 4 ساله 8 نفر را تشکیل می دهد. از 5 تا 10 ساله 6 نفر، تعداد دیگر تا 17 ساله را در بر می گیرد. به گفته نجات بخشان همه غرق شده ها در مکانهای استراحت و آببازی کردند که خطرناک دانسته می شوند، از جمله در نزد دریاهای پرجوش و خروش و آبانبارها. در مکانهایی که برای آببازی اجازه داده شده است غرق شوی ساکنان ثبت نشده است. جهت پیشگیری حالت‌های غرقشوی از جانب گروه نوبرداری ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه از جمله دسته مخصوص عمل نجات‌دهی در حوزه‌های کل دریاها و کانال‌هایی که شهروندان با آببازی مشغول می‌باشند نوبرداری تشکیل کرده شده است. در مکانهای ممنوع شده برای آببازی نیز نجات بخشان و نمایندگان مقامات محلی کار میبرند. آنها اکثرا از ساکنان درخواست میکنند که این مکان خطرناک را ترک نمایند، اما این طلب آنها صرف نظر می شود. برای آببازی اومده بودن، گفتن که در جا آببازی نکنه، نه با میخیزه میرم. اما دیگه در جا آببازی نمیکنیم. تابستان سال گذشته هنگام استراحت در نزد کل و دریاهای تاجیکستان بیش از 140 نفر به هلاکت رسیدند. این رقم 2.5 برابر بیشتر از قربانیان آفت‌های طبیعی در کشور به مثل سیل و سنگریزی و ترمه‌فرایی در یک سال گذشته می باشد.